بسم الله الرحمن الرحیم. ماه شعبان، ماه میلاد ائمه هدا و به ویژه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و ماه پیامبر که ما در دعاها میخونیم و هذا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته بالرحمت و رضوان. این ماه پیامبر هست و ماهی است که سراسرش رضوان الهی و رحمت خداونده. خب حالا همه ادعیه‌ای که تو همین ماه شعبان هست میتونه برای ما همین دعاها درس آموز باشه. یعنی تو همین دعا که میگه الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، که اون کشتی نجات بخشی که مربوط به اهل بیت پیامبر و خود پیامبره و کسی که وارد میشه نجات یافته است و کسی که ترک میکنه در مسیر غرق شدن و نابودی است. اون وقت دنبالش میگه که المتقدم لهم مارغ و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اونایی که تندروی میکنن، میخوان جلوتر از پیغمبر و ائمه، میخوان همه جهان رو اونجوری که خودشون تو فکر خودشون هست تغییر بدن، میگه اونا مارغن، اصلا از دین خارج میشن. یعنی در مسیر همین تندروی اینقدر تندروی میکنن تا از اساس دین فاصله بگیرن. و اونهایی هم که متأخرند، پشت سر ائمه هدا حرکت نمی کنن، تلاش نمی کنن، وامانده هستن، اونها هم که میگه زاهق، در مسیر نابودی هن. اون وقت و لازم لهم لاحق، اونایی که در کنار پیامبر و ائمه و متوجه هستن که قدم بردارن در کنار قدم های اونها ملحق میشن به همون راه ائمه هدا. میخوام بگم همه دعاهایی که تو همین ماه شعبان ما میخونیم راهنمای ماست، به ما نشون میده. به همین دعاها اگر ما عمل میکردیم امروز این شرایط سخت رو ما نداشتیم. ما در سال جاری خب همیشه بعد از انقلاب یک مشکلاتی ما داشتیم، ولی در سال جاری مشکلات ما یک مشکلاتی هست که خیلی متفاوته با مشکلات گذشته. اولا مشکل این که بعد از اون جنگ 8 ساله که تمام شد، بزرگترین افتخار ما این بود که ما امنیت جمهوری اسلامی ایران رو تضمین کردیم و این بزرگترین افتخار ما بود و این امنیت ملی ما دچار صدمه شد. حالا چرا اینجوری شد؟ حالا میگن آقای ترامپ نمیدونم افکارش چگونه است، نتانیاهو چگونه است. خب اگه در سال 97 و 98 همین نتانیاهو و همین ترامپ نبودن، مگر تو 98 ما 3 بار رفتیم تا مرز جنگ. یعنی اون جایی که ما اون پهباد زدیم، گلوبال ها که زدیم، رفتیم تا مرز جنگ. یعنی آمریکا ما رو تهدید کرد، ما پنجشنبه صبح زدیم، ولی عصر پنجشنبه یک پیام بسیار محکمی دادیم. من زنگ زدم با آقای عراقچی، گفتم متن پیام رو من خودم نوشته بودم، گفتم عین این رو الان فوراً منتقل کن به سفارت سوئیس. ایشون گفت که نباید به جایی هماهنگ کنم. گفتم فوری انجام بده، نمیخواد با هیچ کجا هماهنگ کنی. خب به هر حال پیام دادیم. در داستان آرامکو آقای ترامپ پیام داد برا من از طریق امیر قطر و تهدید به جنگ کرد. من به امیر قطر گفتم به ترامپ بگو که اگر اقدامی انجام بدی تمام نیروهای مسلح ما بدون اینکه از ما لازم باشه بپرسند
بهشون دستور لازم داده شده تمام نیروهای شما آماج حملات ما قرار میده، در اختیار ما هم دیگه نیست. خب به هر حال حرف زدیم، صحبت کردیم، تلاش کردیم. اگر تلاش نمیشد شاید همون 98 ما وارد یک جنگ ناخواسته می شدیم. به هر حال اون حوادثی که ما تو سال 98 پیش روی ما بود، چند نوبت ترامپ از لحاظ سیاسی دچار شکست حتمی شد برای اینکه از همین برجام خارج شه. حالا من کاری به مسائل داخلی الان نمیخوام راجبش وارد شم، حوادث مشهد و حوادث شورآباد و اونا رو من نمیخوام وارد شم که حالا همه اونها دخالت داشتن. اما به هر حال ترامپ اولین تلاشش این بود که از طریق آژانس بتونه مسئله برجام رو نابود کنه و نتونست این کار رو بکنه. دومین تلاشش این بود که اروپایی‌ها رو وادار کنه که اونا هم با او همراهی کنند، اینم ناموفق بود. سومین تلاشش این بود که یک جانبه خارج بشه، به این دلیل که ما اعلام کرده بودیم اگر آمریکا خارج شه بلافاصله ما خارج میشیم. خارج شد تا ما خارج شیم. این تیرش هم به سنگ خورد، ما خارج نشدیم. با یک استدلالی، با یه منطقی، یه تأخیری انداختیم در این راه و کار رو پیش بردیم. و حالا 3-4 مورد که در سازمان ملل آمریکا دچار شکست شد که کمتر سابقه داره که آمریکا بیاد تو مثلا شورای امنیت و مثلا خودشو با یه جزیره بهش رأی بدن و همه باش مخالفت بکنن. تو شورای امنیت خودش جلسه بذاره با ریاست خودش، همه سران اعضای شورای امنیت دعوت کنه و همه با اون مخالفت کنن، همه اونهایی که اونجا بودن، چه اروپایی‌ها دیگران. میخوام بگم ما شرایط سخت داشتیم ولی به هر حال با یک تدبیری از اون شرایط سخت عبور کردیم. ولی متاسفانه تو سال جاری ما وارد اون شرایطی شدیم که همیشه پرهیز میکردیم که وارد اون شرایط نشیم. جنگ 12 روزه حمله به جمهوری اسلامی ایرانه. حالا این مهم نیست کجا را زدن، فوردو بود، نطنز بود، اصفهان بود، اونجا بود. اصل حمله اینکه آمریکا جرأت میکنه به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، اسرائیل جرأت میکنه به جمهوری اسلامی ایران حمله. ما اینو باید بحث کنیم، ما باید ریشه های اینو در بیاریم، باید آسیب شناسی کنیم. یعنی فقط دیوانگی طرف روبروی ما هست، فقط اونا چون دیوانگی کردن، مگه اینا نبودن یه بار دیگه؟ ما یه بار تجربه کردیم اینا رو. ما 4 سال ترامپ اول رو از سر گذراندیم با مشکلات فراوان. به هر حال یه جوری تخاصم رو مدیریت کردیم. تا ما میگیم یک کاری بکنیم، طرف میگه که یعنی ما بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم و در برابر ترامپ تواضع کنیم. نه آقا، بحث رابطه نیست، بحث مدیریت. اگر تخاصم هم با یکی داریم، این تخاصم باید کنترل کرد، این تخاصم باید مدیریت کرد. اگر ما با یکی تنش داریم، این تنش رو ما باید کنترل بکنیم، کاهش بدیم. نمیشه ما بگیم هیچ راهی برای مدیریت وجود نداره، هیچ راهی برای کاهش تنش وجود نداره. وجود داره. آسیب شناسی بسیار مهمه. حالا تو جنگ 12 روزه چقدر ما آسیب شناسی کردیم؟ لااقل به ظاهر خیلی آسیب شناسی درستی در رسانه ها نکردیم. حالا اگر در جلسات خصوصی آسیب شناسی شده باشه اونم خوبه. اما بعد از جنگ 12 روزه ما یه چیزی بدهکار شدیم به ملت ایران و میبایست پاسخ میدادیم. در جنگ 12 روزه درست نیروهای مسلح ما تلاش کردند، زحمت کشیدند، اقدام کردند، شهید دادند. درست رهبری راهنمایی کردند، هدایت کردند، اینا همش درسته. اما بی تردید اون کار بزرگ در ایران در برابر جنگ 12 روزه ملت ایران انجام داد. یعنی اونا هدفشون این بود که جنگ رو آغاز کنن، مردم تو خیابون بیان، از اونا حمایت کنن،
روبروی حاکمیت وایستن و بعد اونا وارد شن، نظام رو از بین ببرن، حکومت رو از بین ببرن و حتی بالاتر حتی به ایران هم دست درازی کنن. این ملت ایستاد، آمد به میدان، مقاومت کرد، نتونستن موفق شن. خب حالا این ملتی که کار بزرگ کرد، ما پاسخ این ملت دادیم؟ پاسخ به این نیست که ما بیاییم از ملت تشکر بکنیم. مردم ما در طول دهه‌های گذشته غم‌ها، اندوه‌ها، نگرانی‌ها، درخواست‌ها و مطالبات فراوانی داشتن. تو دهه 70 ما مشکل داشتیم، تو دهه 80 ما مشکل داشتیم، تو دهه 90. اینجور دفعه اول که نیست که مردم به خیابون آمدن که. خب این بیماری به صورت مزمن باقی مونده، ما رو به اینجا رسونده، هی رو هم انباشته شده، هی نگرانی ها رو هم انباشته شده. خب میگیم در کشور تظاهرات شده، یه عده تروریست آمدن سوء استفاده کردن. درست، با تروریست هم باید برخورد بکنیم. حالا داخلی یا خارجی، از بیرون آمده از داخل بوده، درسته، باید با تروریست و سوء استفاده کننده از اعتراض به حق مردم باید با اونا برخورد کنیم. این درست. مردم هم اعتراض کردن، دلایلی داشته. این اعتراض از کجا شروع میشه؟ مردم که از روز اول نمیان تو خیابون داد بزنن، که مسیرهای دیگر رو طی میکنن. وقتی مردم نگران میشن، از اون موقع حاکمیت باید بیاد رفع نگرانی بکنه. از اون موقعی که مردم خواستهای به حقی دارن، قبل از اینکه تو خیابون بیان، مگه بناست تو خیابون بیان؟ مگه خواستشون ما نمیشنویم؟ این گوش خدا به ما داده تا خواست مردم، مطالبه مردم بشنویم، لمس کنیم، ببینیم و حل کنیم اونها رو. خب فوق‌العاده مهمه که ما نذاریم در داخل شکاف درست شه. خب حالا اگر در داخل یه عده‌ای آمدن خشونت کردن، اینا کیان؟ تمام آدمایی که تا 60 ساله هستند تو جمهوری اسلامی ایران بزرگ شدن. یعنی وقتی انقلاب پیروز شده، اینا که 60 ساله هستن 10-12 سالشون بوده، یعنی تازه دبستان میرفتن. تمام افرادی که تا سن 60 سال هستند رژیم شاه رو ندیدن، رژیم گذشته رو ندیدن. تو جمهوری اسلامی ایران، تو مدارس ما، پای این صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در کنار روزنامه‌های خودمون، در مدارس خودمون، در دانشگاه خودمون، مگه غیر اینه؟ تو ارتش و سپاه خودمون 2 سال آموزش دیدن یا کمتر و بیشتر. عده‌ایشون حتی تو دفاع مقدس رفتن، فداکاری کردن. خب همه اینا هست. همه اینایی که تو خیابون میان تندن، کندن، خشنن، هر چه هستن، مال جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی اینا پای خطبه های خودمون، پای منبرهای خودمون در جمهوری اسلامی ایران بزرگ شدن. حالا 30 سالن، 40 سالن، 50 سالن. خب باید چیکار کنیم ما؟ پاسخ دادن به مردم این نیست که اگر مردم اعتراض دارند، ما یه دونه از اون درخواست کوچیک اونها رو در نظر بگیریم و 99 درخواست اونها رو فراموش کنیم و بذاریم کنار. مردم یه سری درخواست هایی دارند و نیازمند هست پاسخ به مردم به یک اصلاح بزرگ، نه اصلاح کوچیک، به تغییر بزرگ، نه تغییرات جزئی. شما تغییرات جزئی رو انجام بدی، خدای نکرده ممکنه 2 مرتبه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 10 روز دیگه باز دچار مشکل بشیم. حالا در برابر دشمن و نیرو خارجه عرض میکنم، حالا اون هم بحث دیگری هست. مردم باید احساس کنن که ما پیام اونها رو گرفتیم. ببینید همه اینا که تو خیابون آمدن پیامی داشتن، حالا چه اونایی که درخواست ساده مطرح کردن، اعتراض به حق مطرح کردن، چه اونایی که یه ذره با خشونت حرف زدن، کلام درشت گفتن، تا برسه به اونهایی که آمدن تخریب کردند و یا کارهای تروریستی انجام دادن. حساب این آخری جدا، اون بقیه به هر حال
اون چه مطرح کردن ما باید صدای همه اونها رو بشنویم. مردم چی میخوان از ما؟ حالا ما فکر میکنیم که اگر بتونیم تا یه حد کوچکی معیشت مردم حل کنیم دیگه مردم از ما راضی شدن. معیشت اصله، باید حل کنیم، خیلی هم مهمه، من قبول دارم امنیت مردم بسیار مهمه، اما رضایت مردم چیز دیگره. اونی که قدرت برا ما درست میکنه اون قدرت مردم هستند. اونجایی که میگه و انما عباد الدین، عماد الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء عامة الامه، اون چیزی که ستونه برای دین، نه برای زندگی، ستون دین. امیرالمومنین میگه ستون دین مردمن، انسجام اجتماعی در سایه مردم هست. امیرالمومنین میگه قدرت در برابر دشمن دست مردمه. عامة الامه، عموم مردم هستن که میتونن حل کنن. خب این عموم مردم باید از ما راضی بشن، ما باید پاسخ بدیم به این عموم مردم. تو مسائل سیاسی باید پاسخ بدیم، تو مسائل اجتماعی باید پاسخ بدیم، تو مسائل اقتصادی باید پاسخ بدیم. خب چرا شما در مسائل سیاست داخلی مهمترین مسئله اینه که یک انتخابات با رونق داشته باشید؟ این علامت بزرگ در سیاست داخلی است. اعلام انتخابات میکنید. خب بزرگترین انتخابات تو کشور کدامه؟ انتخابات ریاست جمهوری است دیگه. از اینکه مهمتر ما نداریم که همه مردم پای صندوق میان به یک رئیس دولت میخوان رأی بدن. حالا مجلس هم سر جای خودش مهم، خبرگان هم مهم، شورا هم سر جای خودش، همه سر جای خودشون مهمن، ولی اون انتخاباتی که همیشه رونق بالا داره، مردم میان صفهای طولانی وامیستن و تا رأی بدن، این انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات ریاست جمهوری دور اول چقدر شرکت کردن؟ دور دوم نمیگم که حالا یه ذره مردم به خاطر ترس و هراس خود بیشتر آمدن. دور اول 39% شرکت کردن، زیر 40%. نیاز نداره خیابون تظاهرات کنه مردم، اینه دیگه، این اعلام عمومی مردمه. وقتی شما بزرگترین انتخاباتتون که در همسایه‌تون ترکیه بالای 80%، 87%، 88% مردم شرکت میکنن، اینجا 39% شرکت میکنن، این کافی نیست. این صدا، این صدای بلند مردمه دیگه، این صدای رسای مردمه. ما باید گوش کنیم، این صدا رو تغییر بدیم. چرا مردم پای صندوق نمیان؟ به دلیل اینکه افرادی رو که کاندیدا ما میکنیم اونقدر هی این آقا میزنه، اون آقا میزنه، این دستگاه میزنه، اون دستگاه میزنه، این میگه صلاحیت، اون میگه احراز صلاحیت، کاری میکنیم که اگر 20 نفر باید بیان تو صحنه و مردم در میان این 20 نفر یکی رو برگزینن، یه جوری، حالا خدا نکنه که مهندسی باشه، انشالله که نیست، بیاییم مثلا 3 نفر 4 نفر انتخاب کنیم، بگیم ما مردم همینه دیگه، میخواید یا نمیخواید، خوب یا بد، همینه. خب چرا همینه؟ تو همین انتخابات همین آقای مسعود پزشکیان که امروز رئیس جمهور ما هست، اگر مداخله رهبری نبود ایشون میتونست تو انتخابات شرکت بکنه؟ نمیتونست شرکت بکنه. ما هر چه آدم خوبه، هر چه آدم لایقه، همه رو یه جور رد صلاحیت کردیم. به چه دلیل؟ چه کاره هستیم ما؟ چه کار باید بکنیم؟ نه سیستم حزبی ما داریم که انتخابات تو حزب انجام بگیره. اگه ما 3 تا حزب قوی تو ایران داشت نیاز به این حرفا نبود که. خود حزب پله به پله انتخاب میکرد و نفر آخر رو به ملت معرفی میکرد برای رأی. 3 تا حزب بزرگ داشتیم، 3 نفر رو معرفی میکردن برای ریاست جمهوری. این که نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. من نمیخوام وارد این بحث بشم.
ما باید حل کنیم این مشکلات رو. ما کشور بزرگی هستیم، ما ایران هستیم با یک فرهنگ و تمدن بلند و بزرگ تاریخی. انقلاب ها ما کردیم، از اون انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 انقلاب های بزرگ تو این کشور رخ داده. مردم به خیابون آمدن تا صندوق آرا رو درست کردن. ما اولین کشوری هستیم تو این منطقه که صندوق آرا درست کردیم تو مشروطه. هیچ کشوری تو منطقه ما صندوق آرا نداشته. مردم آمدن این کار کردن دیگه. علما آمدن، روشنفکرها آمدن، اقشار مردم آمدن، بازار آمده، همه آمدن به میدون دیگه. خب این کار رو ما کردیم برای اینکه در کنار حضور مردم ما بتونیم یک انتخابات خوب داشته باشیم. خب این که تو انتخابات وضع ما اینه. یک نهادهای مستقلی هم می داشتیم که در روز مبادا مردم بیرفتن سراغ اون نهادهای مستقل. اونا که نداریم. همیشه حوزه و روحانیت نهاد مستقلی بود که مردم درد داشتن میرفتن پیش علما، میرفتن پیش مراجع، میرفتن سراغ حوزه ها. این هم این نهادهای مستقل رو هم که ما دوچار مشکل کردیم، اونا رو محتاج خودمون کردیم، محتاج بودجهمون کردیم، محتاج پول خودمون کردیم. خب اینم که نیست. خب چه کار باید بکنیم؟ آیا میشه به این که ما به مردم بگیم آقا احسن باریکلا تو جنگ 12 روزه خوب آمدید، تو این اعتراضات هم باز آمدید تو میدان، 22 دی آمدید، پاسخ دادید، ایستادگی کردید، چون خواستید به خارجی ها بگید آقا ما اجازه نمیدیم شما مداخله کنید. خیلی کار بزرگی مردم کردن. پیام مردم در 22 دی این بود که آقا اعتراض درست به حق، دخالت خارجی ما رو برش وامیز. این پیام مردم بود و این کار کردن و کار بزرگی مردم کردن. چو جنگ 12 روزه مردم همینه گفتن، به خارجی ها گفتن ما به شما اجازه نمیدیم شما در امور داخلی ما مداخله کنید، بیایید اینجا رو بمباران بکنید، به شما چه ربطی داره؟ ما اگر هر چه داریم یا در منطق قانون و مقررات بین المللی است یا نیست. اگر هست دیگه به شما چه، اگر نیست خیلی خوب بگید کجا در چارچوب مقررات بین المللی ما عمل نکردیم. خب مردم اومدن تو خیابون ایستادگی کردن، مقاومت کردن، حرف اونا رو گوش نکردن. اصلا این که ما در 47 سال جمهوری اسلامی ایرانه، اگر یک نفر امروز در جمهوری اسلامی ایران امیدش به بیگانه باشه، ما باید شب از درد و از غصه نخوابیم. یک نفر، حالا اون شما، اون یه نفر شما هرچی بخوای اسمش بذار. من میگم یک ایرانی 47 سال جمهوری اسلامی ایران ما درست کردیم. بعد از 47 سال اگر یک نفر امیدش به بیگانه باشه یا به آدمی باشه که بیگانه پرسته یا به آدمی باشه که فراری از کشوره، تبعیدی از کشوره، این خوبه برای ما؟ این قابل قبوله اصلا برای ما؟ خب معلومه ما مشکل داریم. پس منبرهای ما مشکل داشته، پس تریبونهای ما مشکل داشته، پس صدا و سیمای ما مشکل داشته، پس دبستان و دبیرستان ما مشکل داشته، پس دانشگاه ما مشکل، یه جایی مشکل داشته. اینا همه تربیت شده جمهوری اسلامی ایرانن. چرا گذاشتیم به این روز برسه؟ دنیا دنیای بیرحمی هست. جهان امروز از همیشه بیرحمتره. حالا یه زمانی بود سازمان مللی بود، یک نظم جهانی بود، حالا که یه عده‌ای آمدن رو کار اصلا همه اینا رو زیر پا گذاشتن. شرقش و غربش هر دو این کاری کردن. اون یکی یه جور نظم جهانی زیر پا گذاشت، این یکی این جور نظم جهانی زیر پا گذاشت. نه قانونی، نه نظم جهانی وجود داره، نه سازمان ملل قدرتی داره. ما باید خودمون قدرتمند بشیم. هدف نباید آرام کردن مردم باشه. هدف نباید این باشه که مردم برن به خونه هاشون.
این کافی نیست. این البته کوچکترین قدمه. هدف باید قدرتمند کردن ایران باشه. هدف باید رضایت ملت ایران باشه. ما راضی کردیم مردمه، اگر راضی کردیم اهلا و سهلا، کار درستی کردیم. اگر توانمند کردیم این مردم رو، این ملت رو قدرتمند کردیم، اهلا و سهلا. اگر نه، خب چطور یه آدم خارجی، یه قدرت خارجی، حالا آمریکاست یا هر که میخواد باشه، جرأت میکنه روبروی ملت ایران اینجوری با ما حرف بزنه؟ یا این کار کنید یا تسلیم شوید یا این چنین من عمل میکنم. یه جا مشکل ما داریم دیگه، یه جا ما نقطه ضعف داریم دیگه. حالا نقطه ضعف رو حل کردن، یه وقتی قدرت نظامی میخوایم درست کنیم، بله ممکنه قدرت نظامی طول بکشه. ممکنه قدرت نظامی 2 سال 3 سال طول بکشه تا ما بتونیم در برابر قدرت هایی که امروز ما رو تهدید میکنن دیگه ما رو تهدید نکنن. قدرت اطلاعاتی ما بخوایم افزایش بدیم ممکنه زمان ببره. اما یه چیز آنیه و اون تصمیم در برابر ملت ایران، سرفرود آوردن در برابر ملت ایران. آقا این 1 ثانیه است. اعلام کنیم به مردم آقا ما تابع شما هستیم. کی میخواییم بفهمیم که حکومت یعنی نوکر مردم؟ کی ما میخوایم درک کنیم اینه؟ همش میگیم ما فرمان میدهیم، ما دستور میدهیم. ما چیکاره هستیم که فرمان میدیم؟ همه کار مردمن. ما نوکر مردمیم، ما خادم مردمیم. خب اگه مردم یه چیزی میخوان، اونم با یه اکثریت بالا، مردم اگه یه چیزی میخوان، نباید بگذاریم شکاف در جامعه ایجاد بشه. این بیان امیرالمومنین تکان دهنده است. این بیان رو هم در خطبه است که امیرالمومنین برای اصحاب خاص خودش ایراد کرده و مرحوم کلینی در کافی آورده این رو. امیرالمومنین میگه که رو میکنه به همون یاران نزدیکش، میگه ولو حملت الناس علی ترکها، اگر من میخواستم یه سری اموری که خلاف هست مردم رو وادار کنم که اون خلاف ها رو انجام ندن، و حولتها الی مواضعها، اگر من میخواستم احکام و دستورات دینی را اونجور که زمان پیغمبر بود عملی میکردم و جلو بسیاری از بدعت‌های غلط میگرفتم، چرا نکردم؟ میگه لتفرق عنی جندی، سربازهای خود من از من جدا میشدن، لشکر خود منم از من جدا میشد. حتی ابقا وحدی، من میترسیدم تنها بمونم در جامعه مدینه و مکه و دنیای اسلام بزرگ اون روز. علی تنها بمونه، تک، او قلیل من شیعتی، اگرم تنها نبودم یه تعداد کمی از یاران نزدیک من، اونهایی که به من اعتقاد دارن. بعد امیرالمومنین میشماره 26 حکم خدا رو میشماره، میگه 26 حکم خدا زیر پا رفته و من نتونستم اونا رو عوض کنم و اگر میخواستم عوض کنم تفرقه درست میشد، شکاف درست میشد. بعد میگه لو رددتو، اگر برمیگردوندم این چنین میشد، لو امرتو، اگر امر میکردم این چنین میشد، لو حرمتو، اگر تحریم میکردم این چنین. هی لو اینا رو همه میگه. 26 مورد رو امیرالمومنین میگه که بعضیش فوق العاده مهمه. میگه افرادی در خانواده ها دارن زندگی میکنن که شوهرشون برشون حرامه و اگر من قدرت داشتم اونا رو جدا میکردم، بر میگردوندم به شوهر قبلیشون که به زور اونها رو جدا کردن. این تا این حد فاجعه بوده. در یکی از مواردش میگه بخشی از مسجد پیغمبر غصبیه، دار جعفر بوده، به زور گرفتن جزو مسجد کردن و اگر من قدرت داشتم اینه از مسجد خراب میکردم، این مسجد رو این قسمتی میدادم به ورثه‌اش. امیرالمومنین میگه این کار نکردم. چرا؟ لتفرقوا عندی،
اگر این کار میکردم اختلاف میشد، دعوا میشد، فاصله میشد، انشقاق میشد، شکاف اجتماعی درست میشد، وحدت از بین میرفت. اینقدر وحدت مهمه، اینقدر یک ملت واحد مهمه، اینقدر العامه مهمه که امیرالمومنین رضا العامه رو میگه. ما رفتیم دنبال این کار، میشینیم بگیم اونجا اونجوری، اونجا اونجوری، اونجا. آقا چی میگی؟ امیرالمومنین با اون عظمتش، با اون قدرتش، با اون محبوبیتش، نزدیکترین فرد به رسول خدا، حاکم دنیای اسلام، میگه من اینا رو نتونستم عمل کنم. چرا؟ لتفرقوا عندی، چون از من جدا میشدن، چون فاصله میافتاد. بعد قسم میخوره امیرالمومنین، میگه والله لقد امرتو، قسم به خدا من فرمان دادم، فی شهر رمضان، در ماه رمضان به مردم گفتن لا تجتمعوا الا علی فریضه، فقط در نماز واجب میتونید به جماعت بخونید. و اعلنتهم، اعلام کردم به اونها که نمیتونید جماعت بخونید در نوافل. یه دفعه دیدم صدای اونها بلند شد، حتی فی ناحیت من عسکری، دیدم تو لشکریان خود منم صدا بلند شد، گفتن وا اسلاما. اینجوری شد، جلو این کار گرفتن. امیرالمومنین میگه من رها کردم این رو، اگر نمی کردم اینا شورش میکردن. خیلی مهمه. امام متقین میگه یک کار حرام رو که حرام علنی است، من وقتی میبینم اگر بخوام جلوش بگیرم شورش میشه، تفرقه میشه، اجتماع مسلمین از بین میره، من اگه صرف نظر کردم، من گذر کردم. ما این کار کردیم، ما برای وحدت جامعه ایران، ما برای اتحاد مردم در سراسر ایران این کار رو کردیم. یعنی از خیلی چیزا گذشتیم به خاطر وحدت، یا سر خیلی چیزای جزئی رفتیم معرکه گرفتیم، داستان درست کردیم. راه اینه اگر ما میخواییم، به نظر من در برابر قدرت خارجی، اون چیزی که آنیه و فوریه، یک ملت متحده، اون کار نظامی و کار اطلاعاتی سر جای خودش محفوظ، ولی زمان بره تا بتونیم روبروی قدرت‌های بزرگ وایسیم. شما فکر میکنید اگر ملت ایران یک پارچه باشه، یک صدا، جرأت میکنه یه آدمی از اونور دنیا ما رو مورد خطاب قرار بده، ملت ایران رو مورد خطاب قرار بده، بگه آقا برید تو خیابون، من هستم، من پشت سرتون هستم؟ یه آدمی که اون همه به ملت ایران از لحاظ اقتصادی و از لحاظ امنیتی ضربه زده، اون چرا جرأت میکنه اینه بگه؟ معلومه یه گوشی تو ایران داره این صدا رو میشنوه. حالا من نمیگم اکثریت مردم، نمیگم اقلیت مردم، من میگم حتی یک نفر هم باشه قصه داره، یک نفر تو ایران باشه بخواد صدای بیگانه رو بشنوه و قبول کنه. ما در برابر قدرت بیگانه با وحدت و اتحاد و یک پارچگی، و این وحدت و اتحاد و یک پارچگی فقط به اینه در برابر مردم تسلیم بشیم، حرفشون رو گوش کنیم. چرا کاری کنیم همه بیان پای صندوق انتخابات، دست برداریم از لجبازی در برابر مردم. لجبازی در برابر مردم جواب نمیده. ما باید در مسائل خارجی از مردم بپرسیم. بابا این قانون اساسی اصل 80 میگه اگر به هر خارجی بخوای وام بدی یا کمک بلاعوض بکنی، باید مجلس شورای اسلامی رأی بده و تصویب بکنه. ما اگه بخوایم کمک به خارجی بکنیم، میریم از مجلس اجازه میگیریم، تصویب میکنیم. خب بیم درست کنیم. اینا که آسونه، این که قانون اساسی ماست، این که قانون موجود ما هست. خدا شاهده اگه فردا صبح به مردم اعلام کنیم، بگیم مردم شما 10 تا مسئله مهم دارید، این 10 تا مسئله مهم شما رو 10 تا سوال میکنیم، ما به همه پرسی میذاریم، هر چه شما گفتید ما تسلیمیم. 2 تا سیاست داخلی هست براتون مهمه، 2 تا در سیاست خارجی است.
دو تا در مسائل اجتماعی و فرهنگی است، دو تا هم در مسائل اقتصادی. به مردم بگیم آقا 8 تا مسئله شما دارید، از ما گله دارید، ناراحتید، نگرانید، این 8 تا مسئله میخواد حل بشه، اب نداره، اگر نظر اکثریت قاطع شماست ما تسلیم به شما هستیم، ما قبول میکنیم هر چی شما بگید. شما فکر میکنید مردم همه راضی نمیشن؟ والله 95% مردم اعلام رضایت میکنن. اگه به مردم بگیم آقا اونی که خواست شماست، نظر شماست تو سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل فرهنگی اجتماعی و همچنین در مسائل اقتصادی، ما حرف شما رو گوش میکنیم، نظر شما رو گوش میکنیم. خب یک دونه بابا از این قانون اساسی دوم ما الان چقدر 35-6 سال گذشته از این قانون اساسی، بعد از 35-6 سال که چند سال دیگه میشه 40 سال، یک بار نباید یک مورد مهم رو از مردم بپرسیم؟ یک بار در عمرمون اصل 59 رو ببینیم، یک بار دیگه امتحان کنیم، تو این یه بار هم 5 تا سوال 10 تا سوال بپرسیم، تمام میشه. والا تمام میشه. با اینجوری درست نمیشه. قوه قضاییه باید کار خودش انجام بده سر جای خودش درست، امنیتی ها باید کار خودشون انجام بدن درست، تخریب غلطه، این حرف درسته، در برابر تروریسم باید بیستیم درسته، اینا رو مثلا بحث ندارم. من میگم مردم عادی اگر ناراضیان، نگرانن، اعتراض دارن، مسلمان هم هستن، به ایران هم عشق میورزن، به اسلام هم عشق میورزن، هم جمهوریت بخوان هم اسلامیت بخوان، حرف اونا رو گوش کنیم دیگه، اجرا کنیم. اگر اجرا کنیم و اگر ما قدرت ملیمون رو ببریم بالا و یک پارچش این ملت، تمام منطقه به ما احترام میکنن، غرب هم به ما احترام میکنه، شرق هم به ما احترام میکنه، جایگاه ما در دنیا عوض میشه، ملت ما هم خوشحال میشه. میگه یه عده هستن تو این کشور که ما اینا رو انتخاب کردیم، فهمیدن که این قدرت امانت، فهمیدن این قدرت ما به اونها دادیم، اونم در یک مدت محدود، اونا طبق نظر ما، طبق فکر ما، ایده ما عمل میکنن، مردم هم خوشحال میشن، کشورم قدرتمند میشه، دشمنم مایوس میشه، دوستان ما هم در دنیا همه خوشحال میشن. میشه اون جایی که جمهوری اسلامی ایران به جایگاه خودش میرسه. تو نظامی ها وقتی صبح میان تو صبحگاه، اونی که فرمانده میدانه، اولین فرمانش اینه، میگه گوش به فرمان من به جای خود. اولین فرمانش اینه، میگه به جای خود. ما همین فرمان اجرا کنیم، همه به جای خود. اونی که نباید تو اقتصاد دخالت کنه جلوشی بگیریم، بره کار خودش انجام بده. اونی که نباید تو سیاست دخالت بکنه بره کار خودش انجام بده. همه به جای خود. با این فرمان کشور درست میشه، مسیر ما درست میشه و ما میتونیم از این مشکلات فاصله بگیریم و انشالله آینده خوبی برای کشور پیش بینی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.